لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. تلاشی نمینی؟ تلاشی؟ آره ما خوشتر آمدیم از یوتیوبران تلاشی میری؟ منشأ اختیار انسان عقل می باشد. یک پیامد اختیار عرض کنم تمام. اختیار انسان پیامدهای زیادی دارد. یک از پیامدهای اختیار انسان اصلاحگری می باشد. امام حسین می‌فرماید انما خرجت لطلب الاصلاح فی امة جد. اگر انسان اختیار نداشته باشد برای اون نصیحت کردن، او را به راه راست دعوت کردن، چیز اصلا یک کار لغو و بیهوده‌ای باشد. اصلا بهشت و جهنم وقتی اختیار نباشد، وقتی ما مجبور اراده الهی باشیم و از خود هیچ اختیاری نداشته باشیم، دیگر اون زمان بهشت و جهنم عبث میباشد. بزرگواران، این اختیار انسان است که عدل الهی را معنا میکند. این اختیار انسان است که وجود و فلسفه بهشت و جهنم را برای ما بیان میکند. یک از پیامدهای اختیار اصلاحگری می باشد. یعنی اختیار باعث اصلاحگری می باشد. اختیار است که ما را به حال خودمان وامی دارد که آیا ما راه راست